رفتیم آسمی؟ با قایچی اب پشت کامرا ما دو آدم دیگه شتاگی خوشنود که دیلوشو بشه که گفتم اونا سلام براتنا سیستراتنا امروز من در مهمانی دلیر نیو دلیر در مهمانی کانال سوپر بلاگری تئاتر کنی بودم السلام علیکم دلیر کو اوضاع درست میگیرد نی؟ نمیدونم ایرا بکشمی؟ کارش حلال نرسونه گفت نه چی نمیتونم بفکرم درست میگیرم تو در برنامه خودت آدمای فعالیت میکنید سوال میتونی من میخوام که امروز به تو سوال کنم همین تلفنی منو نخواب نه یک کار کنه صدامون درست ثبت کنیم که من میخوام که دو نمو شد صدا از اینجا درست ثبت شد و این مردکم ویدیو از اونجا مرا تلفن میگیریم این خیلی باشد داره که من همچون ویدیو بلاگر مونتاژ کردن نمیتونم خودت مونتاژ کنی میتی به مونتاژ مونه من جونگاری به قایچه وقتی آخی صدا را درست بگیره تمام ها صدا را مونده میتی خودت چی شروع میکنیم سوال‌های چه سوال داری سوال‌های عجیب و غریب به منطقانه سوالات تا جای فهمیده یا به منطق یا ابلهانه بیننده عزیز که اگر این ویدیو را در صفحه من دیدیم عذر زیاد دلیل حقارت نکنید این عیبی دلیل نیست عیبی شما ها من همه عیب به گردن خود میگیرم حقارتی سخت نکنید نگید خب سوال خب دلیل که سوال یکم پرنده وقتی که میشند یا اینکه راست میایستد حالا اول چیزا بگم که این ویدیو پیشکی با دیلوشوب ثبت شده بود شما نمونده در اینترنت نه دیلوشوب گفت که تو منو بسیار ابله کردی دیگه نمونده آخه بعد من ابله کردی من نموندی نه من که ابله نمیکنم تو اگر خودت همچون ابله حساب نکنی ابلهی نیست خلاص سوال یک بار دیگه سوال باز یک بار دیگه وقتی که پرنده با شاخ با درخت با سیم میشیند و میشیند یا اینکه راست میایستد راست میایستد انیق چون ما چمچوق شیشت میگوییم یا پرنده شیشت میگوییم خاصش میشینه یا ایش بچه شما بنویسید میشینه یا راست میایسته نه کی جوابش درسته داند یک تا کلاس پدر میتید شما کانالتون با حتما در اینستاگرامتون پاتیسی میکنم شخصا خودم دلیل نیست سوال دیوم من مردم ما گاو میکشیم نه فقط مردم ما در تمام جهان گاو میکشم یکم بار کی عقل کی گرفتی درود و تگی که گاو خواره بود همون گاو جوشه یا سم سینه گاو کشاله کنه خوب اگر به دوره اپشن ابتدایی گذاریم یعنی یک نیازهای مردم مجبور کرد که از پی خوراک بروند و حیوانات را رام کنن یا حیوانات را شکار کنن و همین خیلی نیاز پیدا شد که رفتن شیر بخورن دیگه گوشنگی ژلودکشون مجبور کرد دیگه سوال چیه سوالی بود که کی اولین بار رفتن کی اولین بار رفت آدم رفت مهم نیست زن بود مرد این آدم رفت نه من اینو گوگل کردم در گوگل کافتم اونجا گفتگی است که مرد رفته مرد ها اولین بار گواه مرد شده مرد شده است و لیکن در آنجا گفته نشده است که با کدام خاطر باید تگی گاه خور رفته همون سینه گاه کشاله کردگی که با مقصد شیر کافتن بود یا با دیگه مقصد بود در این باره اگه گپ نیست ولی بچه عزیز بخشش دیگه هرچه حقاراتی داریم برای سوال دهنده را ممکنه من هیچی نگیم من انتظار ندارم که سوال را هرچند با دیلوشو گفتم در قسمت اول دو بود سوال را ولی من انتظار ندارم که سوال را برای من میتیم بود تو با رقم های ریمی شناسم؟ بله 1 2 3 1 4 5 اگر ما خواهیم که با رقم های ریمی 0 نویسیم جدی نمیدونم نداری دیلوشو اگر شما دونن مردمی که با تاریخ آشنا هست و با ما رقم شناسی عموما کارهای حفریاتی و این چیزا بخشش شما بنویسه من شرمنده عذر این سوال من فکر می‌کنم بچه‌ها ما هم جواب این سوال نمیدونم خودم من خواستم که از اینکه بچه‌های
نه تعریف نکردم. سوالی بعدی تاته. به تعریفی پرسان شما من بیسوال. مقابل کلمه مقابل چیست؟ مقابل. مقابل کلمه مقابل مقابل. قابل. موافق. چی؟ موافق. مقابل کلمه. دیدم که الان چه خلاصه صحبت کردم بود. در اینترنت نمون رفته یافت از جواب. مقابل کلمه مقابل موافق. آفرین براو. رحمت دلش بکن. یا جای یافته. بچه ها پس کس نکنید. همه میگن که قوت ماشینی من 300 اسب و 400 اسب و میخرم. اگر اسب حامله دار باشد تئوریکیست که میتواند قوت 2 اسب را داشته باشد. نه. چوه؟ نه و در داخلش یک اسب دیگه هست. نه که نمیتونه قوت 2 اسب داشته باشد. به خاطر که او باردار است و عذاب و رنج زیادتر داره بود. خب مایه. قبول نه؟ قبول. این سوال خودم به معقول نه. این سوال معقول. این سوال معمول گنده معقول. من بسیار همین سوالات بیش داشتم. بینا. سچاقی دست پاک کنی است تو. هر ساعت مرکزی دست رو میشوی دست پاک میکنه. برای چی ما همین سچاق میشوییم؟ وقتی که ما دستمان رو شسته تازه کرده بعد دست پاک میکنیم. یا حافظی کرده تازه شده بعد خودمان رو پاک میکنیم. و باید سچاق باید چرکین نشود. درست؟ بله. لیکن ما این سچاق میشوییم. برای چی؟ تو کجا می‌رم سوالا رو من ادرس داده؟ به شوخی نمیدونم تو در فکر برای چی میشه؟ شاید به خاطر میشه که 10 بار 20 بار پای هم وقتی که دیگه خودمون رو پاک میکنه و نم میگیره و بو میکنه به خاطر رفع بوشنه به خاطر نصف شدن بوش شاید میشه به خاطر چرکینش نه شاید به خاطر بوش میشه که نمی زیاد میگیره. قبول؟ قبول. 3 تا جواب بده. اورا. یس. خب. وقتی که اویله جدا می شود خب در سود میگویند که سبب جدا شوی شما چیست؟ خب چرا وقتی که تو اویله دار میشوی از تو نمیپرسند که سبب اویله دار شوی شما چی؟ مثلا از طرف رکن اسلام بگیریم اگر داموله ها میپرسند که شما راضیه و در همه اکت نیکو هم خانه اکت نیکو هم میپرسند که زمان شوهر شما راضیه لیکن نمیپرسند که چرا هست با کدام سبب شما اویله دار شدید نمیپرسند کو نمیدونم راست شدم مثلا تو با کدام سبب اویله دار شدی گفتی که او من 24 دارم یا 26 دارم باید اویله دار شم. خب اگر الیاد ثبت هستم اگر الیاد فیزیکی بگیم طلبات‌های انسانی خودش به طور اتوماتیک طلب میکنه از تو که باید شوهر کنی یا که باید زن بگیری طلبات اگر طلبات فیزیکی باشه اگر تو باید سن 16 ساله الکی اویله دار شوی حتی بر وقت هم بعضا بعضا بر وقت ابزات 24 درآمدن شرط نیست لیکن نمیدونم برای چی باید حتما نمیدونم اگه تو جواب داری من سوال بعدش خودت نه من با یگان سوال خودم جواب ندارم برای همین که من که دعوت کردم که از تو پرسم که تو با بسیار آدم‌ها میشینی صحبت می‌کنی سوالا میتی از آنها جواب میگیری. نه مهمونا میخواد سوالا رو انتظار نبودن خب خود من حافظ سوالا رو خیلی انتظار نبودم اول سوالای نو میکنم چند سوال دیگه مون سوال ادا عموما 8 سوال داشتم همیشه گفتم از 8 تا 3 تا جوابی درست خانه کننده گفتم برای همین کافه نیمش خوردگی به تو توفه میتونی وقتی که در کنی بودم هستی همین کافه تمام کنی اگر تمام نکنی عیب من نه. خلاصه بچه‌ها سوال فاروق است بلاگر هیچ وقت جواب منطقی نداره تقریبا جواب عمیق نداره برام هر وقتی که مهمون شدن اذیت نکشه برای جوابی دقیق گفتنش. من کوشش میکنم باز در برنامه دیگر سوالهای دیگر جمع کنم نه فقط با تو با دیگر بچه‌ام جمع کردم صحبت کنم. بچه‌ها صفحه تئاتر کنی بودم حتما دستگیری کنید در یوتیوب صفحه تئاتر کنی بودم از طرفای انگلیسی بسیار صفحه جالب است بخصوص مردمی که تئاتر فرهنگ و هنر براشون عجیب است حتما به این صفحه ابونه شوید. البته ما با فاروق یک صحبت نیم شوخی نیم جدی کردیم فاروق هم خیلی خصلت داره
اینا دیگه هر چیزی قبول میکنه. خب در میان این برنامه‌های سیاسی و پرابلم‌هایی که ما داریم گوگل خیلی شوخی کردن در کار دیگه. البته ها تمام مخلصان دلاری نوملی کانال سوپر بلاگر به دروید تئاتر کنی بودم بچه تئاتر کنی بودم به دروید ما یکشان کانال داریم. اینستاگرام تئاتر کنی بودم دارید، اینستاگرام فاروق وحید دارید، لایک کنید، پادپیس کنید. من اونجا باز شوخی‌های ابلهانه دارم. دلوشو کانال دیدگاه هم دارید، برای که دلوشو در پشت کامera تو مچه استاپ آویز پخش میکنه. دیدگاه خیر سلامت باشید. خدا خواهد یگانه با میخوریم.